دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود. چرا اگه ما راز و پنهان میکنیم و درباره اون چیزی که دوستش داریم سخن نگیم زودتر میرسیم تا وقتی که دربارهش صحبت میکنیم؟ دو تا دلیل فکر میکنم وجود داره. اولینش اینه که وقتی تو اون چیزی که میخوای و میگیش این به قول مولانا مور درآید مار درآید، یعنی چشما حسودن و مانع ایجاد میکنن به جای اینکه راه و هموار کنن برای رسیدن آدما. من فکر میکنم یه دلیل دیگرش اینه که شاید توی جمله های شمس بهش برخوردم. میگه سخن را چون نمی‌نویسم در من میماند و هر لحظه مرا روی دگر می‌نهد. میگه که سخنو چون تو خودم نگه میدارم و نمینویسمش در من میمونه و لایه های دیگرش برام آشکار میشه. حرفی که داره میزنه اینه که ما وقتی درباره اون دانه‌ای که در درونمون کاشته شده از مهر حرف میزنیم و هی میاریمش بیرون، گویی که دانه رو بیرون آوردیم، درست در زمانی که وقتش نبوده و نمیرویه دیگه. اگه بذاری بمونه اون زمانی که لازمه خودش بیرون میاد، اون زمانی که کامل میشه.